اگه میخوای اولین میلیونر خانوادت باشی، پس این ویدیو برات توه. امروز میخوایم 5 تا از مهمترین رازهای میلیونرایی که موفق شدن چیه. آقا چجوری اینا میلیونر شدن، چجوری پولدار شدن؟ امروز میخوایم با هم 5 تا از اون رازها رو برملا کنیم. پس تا آخر ویدیو با من باش. اولین راز موفقیت میلیونرها اینه که تمرکز وحشیانه روی یک هدف. میلیونرها نمیان 1000 کار رو انجام بدن، اونا بلکه یک کار رو 1000 مرتبه انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی یک هدف دارن، برای اون یک هدف میجنگن. چرا؟ چون ذهن نیاز به تمرکز داره. وقتی شما 1000 تا کار رو در نظر بگیری، ذهن اینقدر مشغوله که به هیچ کدومش به طور 100% نمیتونه جواب بده و به طور 100% به اونا برسه. ولی وقتی یک هدف داشته باشی و هر روزت فقط برای اون یک هدف باشه، 100% موفق میشی. یعنی هر روز داری میجنگی برای یک هدف واحد و قطعاً به اون هدف هم میرسی. 2. ساختن عادتهای پولساز. بیایم با هم صادق باشیم. پولدار شدن اتفاقی نیست. به هیچ وجه اتفاقی کسی پولدار نمیشه و نشده. بلکه میلیونرهای موفق برنامه دارن. یعنی چی؟ اولین چیز این که صبح زود پا میشن. برنامه ریزی، نظم. مهمتر از همشون نظم در کاره و ثروت با همینا میاد. یعنی اگه تو کارت نظم نداشته باشی، هیچ وقت ثروتمند نمیشی. نظم توی ثروت یعنی شاهگرید. سومی و مهمترین، میلیونرها هر دقیقه شون رو استفاده میکنن. اونا از زمانشون مثل پول نقد استفاده میکنن. یعنی روی هر دقیقه خودشون سرمایه گذاری میکنن، نه اینکه بذارن هدر بره. اونا برنامهشون اینجوریه که این یک دقیقه من پیشرفت میکنم یا پس رفت، آیا جلو میرم یا عقب. و یکی از مهمترین چیزها تو زندگی که کسی موفق بشه زمان طلاست. واقعا هم طلاست، چون هیچ وقت بر نمیگرده. وقتی که رفته دیگه رفته، گذشته. حالا اینجا خودت میای مشخص میکنی از این زمان چجوری استفاده کرده باشه. پس حواسمون باشه اونایی که موفقن، میلیونرهایی که الان موفق شدن و هستن، روی زمانشون خیلی حساب کردن. یعنی نمیذارن هر دقیقهشون اسراف بشه. پس حواسمون باشه اولین چیزمون زمانه. 4. ریسک های حساب شده. هیچ وقت نمیان بیگودار به آب بزنن، نمیترسن ولی خب اونا میان چه ریسکی انجام میدن؟ میان اون ریسکی رو انجام میدن که هوشمندانه هست. هوشمندانه یعنی چی؟ یعنی میان تو اون چیزی که تخصص دارن و علمشو دارن ریسک میکنن. سود زیاده اگه موفق بشه، ضررش کمه اگه موفق نشه. پس این به اون سوده میارزه. یه معامله هوشمندانه هست. پس هیچ وقت اونایی که موفقن و میلیونر شدن ریسک های بیگدار نمی کنن. یعنی نمیان یه ریسک انجام بدن که توش موفقیتی نمیبینن. 5. محاصره خودشون با آدمای بهتر. میلیونرها یه ضرب المثل و یه مثال دارن. این که اتاقی که توشی اگه باعث پیشرفتت نمیشه، اتاق اشتباه.